سلام جناب رئیس جمهور محترم. شما دیروز فرمودید که ارتش ما خواب و برای دشمنانمون آشفته کردن. خب به فرض اینکه این باشه، حالا این راستی آزمایی نیاز داره، ولی بنا رو بر این میذاریم که شما کاملا درست میگی اونا آشفته شدن. خب وقتی که خواب و شما به ارتش ما به دشمنان آشفته کردن، اونا تدبیر اندیشی کردن. خب میبینیم که هواپیماهای بی 52 شونو و ناوگانهای عظیم الجثه شونو و امکاناتشونو بسیج کردن، آوردن تو خلیج فارس و بعضی از پایگاهایی که 4000 کیلومتر 3800 کیلومتر با ما فاصله دارن و آماده کردن. و وقتی که این کار کردن، شمایی که میگفتید ما مذاکره با آمریکا نمی کنیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم و شرافتمندانه نیست و اخلاقی نیست و شرعی نیست، ببینیم که رفتید پای میز مذاکره، هم مستقیمش هم غیر مستقیمش. شرافتمندانه نبودم که شد شرافتمندونه و الانم که دارید این کار انجام میدید. پس نشون میده که اگر اونا آشفته شدن، تدبیری هم برای آشفته شدنشون به اصطلاح اندیشیدن. حالا سوال من اینه، وقتی آقای رسایی همین 2-3 روز پیش اومد تو مجلس فایل صوتی شما رو پخش کرد که جالب اینجاست که گفت علنی هم نبوده، شما یه جایی صحبت میکردید، ایشون اومد تو مجلس پخش کرد و آقای دکتر قالیباف گفتش که ما 290 تا نماینده مجلس پس کاری نیستیم که تصمیم میگیریم. شما با صدای خود شما جناب آقای دکتر پزشکیان که شما فرمودید که ما سران سه قوه نشستیم در رابطه با قیمت دلار و قیمت سکه 100 و چند میلیونی و دلار حدود 100,000 تومانی تصمیم گرفتیم. خود شما گفتید دیگه، یعنی که انکار نمیدید بکنید که خب وقتی شما نشستید سران سه قوه این تصمیم رو گرفتید، آیا فکر نکردید مردم آشفته میشن؟ آیا فکر نکردید صدها هزار چک برگشت میخوره؟ آیا فکر نکردید ده ها هزار پرونده به اصطلاح دزدی و سرقت و فلان و زورگیری و اینا تشکیل میشه با این تدبیر شما؟ آیا فکر نکردید که آمارهای طلاق بسیار بسیار رفته بالا، حتی تو سنین بالا کسایی که عروس دارن و دومات دارن به خاطر این تصمیمات شما، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم تأثیر میذاره و میان درخواست طلاق میکنن؟ شما چرا فکر نمی کنید که آشفتگی مردم، همینجوری که فکر میکنید که آشفته کنید اونا رو، که آشفتگیتون اتفاقا این آب دهن سربالا میشه که اونا میرن خودش رو تجهیز میکنن، برمیگردن میان یه تصمیمی هم مردم بگیرید. افکار شما هم داره مردم آشفته میکنه. شما الان نمیدونید که مردم چند هفته است به انتظار اینن که این شنبه که عبور کرد، دوباره شنبه که فردا باشه اونا میشینن تصمیم میگیرن. چه تصمیمات مال ما میگیرن؟ شما دوباره میایید یه حرفی میزنید، دوباره یه آشفتگی مال اونا ایجاد میکنید، یه قدم میان دوباره جلوتر. اونا در رابطه با آشفتگیشون به قول فرمایش شما تدبیر و تصمیماتی ایجاد میکنن. خب شما میایید یه تصمیماتی بگیرید که این آشفتگی مردم از بین ببرید. حالا اون دفعه گفتید که مذاکره با اونا شرافتمندانه نیست، الان بیاید یه تفکری بکنید که با شرافتمندانه ترین شکل مردم آرامش بدید، با شرافتمندانه ترین شکل زندگی مردم رو به ثبات نسبی تقریبا برسونید. آیا مردم آشفته نمیشن وقتی که من همین امروز شنیدم وقتی که میشنون که 1 کیلو لوبیا چیتی شده 400,000 تومان؟ حالا من صحتی رو نمیدونم، تا 300 خورده ایشو میدونستم، امروز شنیدم 400,000 تومان. کلیه اقلام، نه این مورد چون که امروز شنیدم من دارم عرض میکنم. آیا دلار 90,000 تومان 100,000 تومانی، سکه 100 میلیون تومانی 105 میلیون تومانی بیشتر یا کمتر آشفتگی ایجاد نمیکنه؟ سکه شده بود 5 میلیون تومان، مردم آشفته بودن، الان ببینید چند برابر شده. پراید شد 20 میلیون تومان، مردم آشفته بودن، امروز شد 400 میلیون. ببینید امروز چه آشفتگی. این همه آمار تصادفات تو جاده ها، اینا نتیجه عملکرد و بی تدبیریا و بی شرافتمندانه تفکر کردن شما نبوده؟ من قصد توهین ندارم، من خروجی دارم میگم.
من اون چیزی که تو جامعه ما هست، تو بازار ما هست، گزارشات میدانی دارم به شما میگم. به جایی که بیاید پیگیری بکنید ببینید که من کجا هستم یا امثال من که بخواید پیگیری بکنید یه جوری دهنمون رو بگیرید، برید اون چیزایی، یعنی دنبال علت ها باشید، دنبال معلول نباشید. ماها معلولیم، شماها علتید، علت شمایید، شماها این صدا رو در میارید. و الان مردم که سرشون درد نمیکنه مال دادگاه و پاسگاه رفتن و اطلاعات اومدن که میگه من سرم درد میکنه. من یه روزی خودم کاندید مجلس شده بودم، گفتم مثلا برم یکی از اون 290 نفر باشم که تصمیمات خوب بگیریم. الان که فهمیدیم که اصلا نه اون